و ملائکته، دوم شرط ایمان باشد به فرشتگان، به ملائکه ها ایمان آوردن. ملائکه های اولوالعزم هستند، مثل میکائیل، جبرائیل، عزرائیل، اسرافیل، 4 ملائکه. و دیگر ملائکه های هست که الله در قرآن خود مثلا بعض از ذکر میکند که حملت العرش، عرش الله را به اینجا به آنجا میبرند. و ملائکه است که از اولی ساخته شدنشون در حالت رکوع یا که در حالت سجده یا که در حالت ذکر هستند. ملائکه خیلی که میدانید از نور ساخته شده هستند. ملائکه مثل ما و شما، مثل انسان ها نفس ندارند. نفس این چیزی هست که در درون انسان است. هر دائم انسان را به چیزهای منهی دعوت میکند، تشویق میدهد، رکلام میکند. انسان را هر دائم تیله میکند به چیزهایی که منهی در نزد الله نهی کرده شده است، به همون چیزها انسان را میکشد. این نفس، این النفس لاماره بالسوء، البته حتما که نفس انسان را به چیزهای بد، به چیزهایی که گنده است، به چیزهایی که حرام است، به چیزهایی که قبیح است در نزد الله، چرکین است، دعوت میکند، امر میکند انسان را.